دوستان سلام، وقت همگی بخیر. به کامنت این هفته خوش اومدید. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما و امیدوارم هر کجا که هستید لبی خندان و دلی شاد داشته باشید. خب بابک، موافقی برنامه این هفته رو با این همهگیری جدیدی که به جون آخونده افتاده شروع کنیم؟ منظور از همهگیری همون اپیدمیه دیگه. بله، حالا چی هست، کجا هست، شروع کنیم. قدیمی‌ها بهش میگفتن گاوگیجه. آقا یه انتخابات تو آمریکا برگزار شده، ببین تو رژیم چه خبره. یه کشور اون سر دنیا، اینا چرا به هم ریخته؟ همینو بگو. اولیشو از سخنگوی دولت پزشکیان شروع میکنه. عرض بکنم که با توجه به تحریم هایی که تو همه این 40 و چند سال به خصوص این 10 ساله اخیر شدت پیدا کرده، کشور از طرف یه مقدار میشه گفت آب دیده شده. یعنی الان کشور خیلی نگران این که ترامپ رأی آورده نیست. خب چه فرقی میکنه؟ به هر حال مگر که خیلی فرق زیادی وجود داشت بین این دوتا، خیلی از نظر ما فرقی نمیکنه و هیچ فرقی نمیکنه. بله، اون روزی که داشتن صداقت رو تقسیم میکردن، این سخنگوی پزشکیان گفت من اهل این لوسبازی‌ها نیستم، رفت تو صف وقاحت وایساد. راست میگه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه فرقی نمیکنه این همه طرح ترور و هک و اینا برای چی بود؟ آها، اینجا دیگه اونجاییه که سخنگوی دولت پزشکیان نمیتونه جواب بده. اینجا وزیر خارجه خامنه‌ای وارد میشه. بیا ببین عراقچی اومده توییت انگلیسی کرده، اصلا کلا منکر توییت کردن دیگه. آره، منکر داستان ترور و این حرفا شده. نوشته ایران به حق مردم آمریکا برای انتخاب ریاست جمهوری یه مورد نظرشان احترام میگذارد. بعد هم اصلا قاتلی در واقعیت وجود ندارد. فیلمنامه نویسان یک کمدی پیش پا افتاده ساختند. کدام عقل سلیمی میتواند باور کند که یک قاتل فرضی در ایران نشسته و با FBI آنلاین صحبت میکنن؟ یه عقل سلیمو نشون میدم. ببین، یه قاتل کمدین برات معرفی میکنم که به زبان خودش به صراحت تارگت عظما رو معرفی میکنه. بفرما. سرباز بدبختن که اینا خیلی کشتن اینا که هدف ما نبود. ما انشالله بتونیم ترامپ رو بکشیم، پومپئو رو، همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن اونا بکشیم. آقا قضیه خیلی جالب شد، چون الان همین حرفی که این به قول تو کمدین قاتل زده، الان طوری قضیه چرخیده که یکی از مامورای صادراتی رژیم بهش پیام داده به همین پاسدار حاجی زاده، گفته آقا اون طرح قبلی منتفیه، فعلا اجالتا خودتو آماده کن برای واصل شدن به درک. نه آمدن ترامپ اگر لحظه بیدار باشه، حاکمیت جمهوری اسلامی برای مقابله با اولیگارشی حکومتیش نباشه، هیچ لحظه‌ای نخواهد بود. و سلام. خب برید آماده شین عکسای بزرگ شهید سردار حاجی زاده و شهید سردار سلامی و شهید سردار قانی و شهید سردار غیره و غیره رو از همین الان آماده کنید، چون گرافیستاتون هم دنبال پول در آوردن، اوجم دنبال پول در آوردن، اون یکی هم دنبال پول در آورده. برید بودجه رو بگیرید، برای شهداتون آماده شید که شهدای فراوان خواهد بود. آقای سردار حاجی زاده آماده کن، چی می‌خوام سنگ قبرت بنویسن؟ سرباز وطن، سردار وطن انتخاب کن از همین الان، چون اومده اون تقدیر آمده. اون تقدیر. ببین مهران، عزا چه عزاییه که این علیز مردشور هم به گریه افتاده. حالا سوال اینجاست که تو این وضع و اوضاع چرا خود عظما خفقون گرفته هیچی نمیگه؟ چرا بگه؟ گفت دیگه. سخنگوی زرشکیان مگه نشنیدی؟ واسه برای اون فرقی نمیکنه. فقط سوال، برای خامنه‌ای هم فرقی نمیکنه. حالا همین سوال، اگه برای شما فرقی نمیکنه، چرا 4 سال پیش که نتیجه انتخابات مشخص شد عظما 2 پا پرید وسط یه هم چیزایی گفت؟ حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد. هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. این وحشی انقدر با دستاوردهای جامعه انسانی مثلا تاریخ انسان بیگانه است که فکر میکنه هر جا که انتخابات بشه یکی شکست بخوره، اون یکی شکست خورده باید بره زوالدان تاریخ. ببین، اولا هم نگران نباش، من نگرانی تو رو میفهمم. تو در زبالدان تاریخ هیچ شریکی نداری، 6 دنگ سندش هم به نام خودته، با خیال راحت برو بگی توش بخواب. حالا یه چشمه دیگه از اون گاوگیجه‌ای که گفتم و اینجا ببین. از اون طرف وزیر خارجه‌شون توییت میزنه، میگه ما به انتخاب مردم آمریکا احترام میذاریم. از این طرف این پاسدار سلامی سرتشتک فیلسوف نمای پاسدارای خامنه‌ای میاد میگه این حرفا نیست، آمریکا داره غروب سیاسیشو نظاره میکنه. ما آمریکا را با شکست‌های بزرگ میشناسیم. امروز
این آمریکاست که غروب سیاسی خود را نظاره می کند. او از زمان تولد انقلاب تا به این سو در فرسایش تدریجی و تحلیل قدرت. کامنت اینکی رو نیاز نیست من بگم، خود مجری تلویزیون رژیم و علی لاریجانی یا رو پاسداره بود رئیس مجلس سابق گفتن. گوش کنید. و اینکه خب الان ترامپ غیر از اینکه رئیس جمهور آمریکا شد، همزمان هم مجلس سنا رو در اختیار داره و هم مجلس نمایندگان رو و 2 سال مطلقه شده. بله 2 سال بدون مزاحمت هر تصمیمی که بخواد میتونه بگیره. مهم اینه که روحیه ها وجود داشته باشه. ملتی که روحیه داشته باشن پیروزن. ملتی که عذاب بگیره بعد یه کار بگم بترسه، این راه به جایی نمیبره. بالاخره چی شد؟ غروب سیاسیشو نظاره میکنه، قدرت مطلقه است. داستان چیه؟ الان یه چیز جدید برات رو میکنم. تو گاوگیجه گفتی، گاوگیجه من رو کنم برات. اینا یه گوریل سیاسی دارن، یعنی گوریل سیاسی نه، یه گوریل دارن که فکر میکنه که کارشناس سیاسیه، که اومد تو تلویزیون گفت اصلا نتایج انتخابات آمریکا نشان دهنده افول آمریکاست. اینو دیگه چی میگی؟ این آپشن جدید، این آپشن جدیده. به قول میرسلیم اینو دیگه چی میگی؟ یکی از دلایل افول آمریکا هم همین هست دیگه. فردی مثل ترامپ با این سابقه، با این وضعیت رئیس جمهور میشه. اینه که چرا مردم رأی دادن بهش، ابتدای عرضم اشاره کردم. این هم یکی از نشانه های افول میتونه باشه که مردمی، ایشون الان حدود 76 میلیون رأی آورده دیگه، یعنی امسال برخلاف سال 2016 در رأی مردمی هم مشکلی نداره، هم رأی مردمیش بالاتر از خانم هریس، هم رأی الکتورالش بالاتر هستش. این وضعیت آمریکای امروزه و یکی از نشانه‌های افول. بله، طبق نظریه این گوریل سیاسی، هر کشوری که انتخابات بشه، فرانسه بشه افول اخلاقیه، آمریکا بشه افول سیاسیه، همه جای دنیا انتخابات نشانه افوله. به این نظام و این رژیم، اونم با رأی 178 میلیون. آره، هر چی رأی بالاتر باشه افول بیشتره. به این رژیم که میرسه، اون 7-8% نونخورای خودشون، همونایی که میرن تو خیابون میزنن بچهای مردم کور میکنن، با اون ساندویچ خورا میرن رأی میدن، اون میشه حماسه حضور. حالا یه میخوام فرضیه ریاضی بگم، حوصلت میکشه؟ من چه ربطی به این داستان داره فرضیه؟ چون گفتم گوریل یاد این فرضیه ریاضی افتادم. ببین دانشمندا، الان ربطشو بهت میگم. دانشمندای ریاضی یک فرضیه جدی دارن در ریاضیات احتمالات. میگن اگه یک میمون رو بذاری توی اتاق با یک کیبورد و یک کامپیوتر، بهش وقت بدی هی بزنه روی این کیبورد، بالاخره بعد از 3000 خورده سال که دقیق محاسبه کردن، یه متنی می‌نویسه که انسان میتونه بخونه. حالا فرضیه میمون رمان نویس. بله، میمون رمان نویس. حالا سوال از تو، این گوریلو چند هزار سال تو اتاق بریم بذارم میتونی یه خط بنویسه که ما بتونیم بخونیم؟ یه جمله تحلیلی درست حسابی ارائه بده. دانشمندان ریاضی میگن این یکی کار ما نیست. حالا وسط همه این شلوغیات چه خبر از رئیس جمهور خامنه‌ای؟ اون که اصلا از قبل اصلا دیفالتش گیجی بود. حالا این اتفاقات هم که افتاده، قوز بالا قوز شده، این اصلا میگه من چرا اومدم رئیس جمهور شدم، من نمیخواستم رئیس جمهور بشم. من اصلا نیومده بودم رئیس جمهور بشم، اومده بودم که بگم مردم به این انقلاب، به این باورها پایبندن و برای این مردم باید بیان پای صندوق‌ها و دشمن ناامید بشه از این که ما هستیم. خب الان دشمنان ناامید شدن؟ دشمنان رو ول کن. به قول با این پزشکیان باید گفت که تو قاچ زینه بچسب، سوارکاری پیشکش. الان خود دوستای اصلاحات 6 ناامید شدن، دارن به این حمله میکنن. بعدم به پزشکیان باید گفت خودتون لوس نکن دیگه، رئیس جمهور مگه تو این رژیم کارش چیه؟ رئیس جمهور یه آخر بهش میدن، آقا و آقازاده و عمه و خاله و داییشو، از هم مهمتر داماداشونو میذاره سر منصب. نگاه کن به قبلی‌ها چقدر مندیتشون خوب اجرا کردن. اسم دولتش میشه دولت شادامادها. نه، به جای شایسته سالار داماد سالار. حالا از این طرف این دامادا و بخور و آقازاده بازی، از اون طرف دجال بازی و ژستایی مثل این. ببین توی یه جلسه‌ای نوشته در ابتدای جلسه پزشکیان دستور داد که لامپ‌های سالن خاموش شده و از نور پنجره‌ها برای روشنایی بیشتر استفاده شود و گفت اگر قرار به صرفه‌جویی است باید از خودمان شروع کنیم. اشکالش فقط اینه که دیر آمدی، تو تازه به دوران رسیده. قبل از تو یه رئیس جمهوری داشتن، اینا جورابش پاره بود، شبا هم تو اتاق
کارش میخوابید، به هیئت دولتش هم نون و ماست میداد. بعد معلوم شد که همین آقای نون و ماست خور 800 میلیارد دلار پول مردم ایران رو به اذن خامنه ای طبق منویات خامنه ای بالا کشیده. من از این فیلم‌های تکراری دیگه بازی نکن. بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. چالش همیشه بله. و این خبر: آخوند رسول محمدی امامت جمعه کازرون رو قبول نکرد. یعنی امام جمعه که باغ ازگل و اوقافخوری و همه این مزایا دیگه کاری ازش ساخته نیست. میگه آقا نمیام. بله. یه چند جمله میگم، یه جمله می آخر میگم. ببین بحث ترکیدن که باشه دیگه باغ ازگل چه به درد میخوره. الان اگه به این بگن ولی فقید میکنیم ولی به شرط اینکه یه ما برید تو کازرون نماز جمعه برگزار کنیم، مطلق قبول نمیکنه. بنازم به غیرت جوونا و مردم کازرون که چه درسی به این وحوش دادن که همه چی از سرشون پریده. اما یه جمله‌ای: چوبو که ورداری گربه دوزه مثل این آخونده حساب کار خودشون میکنه. دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید. تا یک کامنت دیگه، خدا نگهدار همه. تا هفته دیگر، خبر دیگر، کامنت دیگر، منم خداحافظی میکنم.